شهری که بندری مورد اطمینان برای کشتی نوح شده و کوه افسانه‌ای را که باعث پخش دوباره انسانها و حیوانها بر روی زمین شده است را در خود جای داده است، اودر می باشد. شهری که در جنگ رهایی بخش ملی با به دست آوردن اولین پیروزی مورد تمجید آتاتورک کبیر قرار گرفته است، اودر می باشد. شهری که محل شورش علیه کسانی که قصد لکه‌دار کردن تاریخ باشکوه ترک‌ها را داشته‌اند شده است، اودر می باشد. و بالاخره شهری که در سالهای اخیر با پیشرفت‌ها و پروژه‌هایش در آموزش و فرهنگ گرفته تا توریسم و بهداشت دیدی مثبت به آینده داشته و در مسیر شکل‌گیری به عنوان یکی از مراکز جاذب کشورمان با سرعت در حرکت میباشد، اودر است. این شهر که تأسیس آن به سالهای بسیار قدیم باز می‌گردد، در مسیر جاده تاریخی ابریشم قرار گرفته است. اودر که در سال 1064 از سوی سلطان آلپارسلان موطن ترک‌ها شده و با نقش‌هایی که در طول تاریخ برای ارتقای نام ترک‌ها بازی کرده است، نام خود را در تاریخ ثبت کرده است، با مزارع، کشاورزی گسترده، کوه آرارات افسانه‌ای و رودخانه ارس که منبع برکت میباشد، همانند گنجینه‌ای است که آماده کشف شدن میباشد. استان اودر از 4 شهرستان مرکزی، توزلوجا، آرالوک و کاراکویوندو، 157 روستا و 8 شهرداری تشکیل شده است. جمعیت این استان 184,478 نفر می باشد. اودر با پارک‌های سرسبز و جاده و کوچه‌های صافش در یک سوی آناتولی شرقی همانند ستاره‌ای می‌درخشد. در قسمت شمالی شهر ارمنستان، در جنوب شرقی آن نخجوان و ایران، در جنوب آن آرارات و در غرب و شمال غربیش کارس جای گرفته است. کوه آرارات که بلندترین کوه کشورمان و همچنین اروپا می باشد و به سان دست اودر به سوی آسمان دراز شده است، با زیبایی های طبیعی و جایگاهش در تاریخ بشریت دارای پتانسیلی قوی در گردشگری می باشد. کوه آرارات که دارای قطری به طول 40 کیلومتر و ارتفاع 5137 متر می باشد، از ارتفاع 4000 متری به بعد با برف پوشیده شده است. آرارات با بنیه مناسبی که دارا است، در همه شاخه‌های گردشگری و در رأس برای چتربازی، شکار، دوچرخه سواری کوهستانی، موتور سواری، رالی کوهستانی، نظارت بر پرندگان، عکاسی اکتشافی و گیاهشناسی مناسب می باشد. فرمانداری استان اودر برای به انجام رسیدن پروژه تأسیس مرکز گردشگری زمستانی و ورزش‌های طبیعی کوه آرارات در دشت کرهان تلاش بسیاری انجام می دهد. قسمت‌های مختلف این پروژه به غیر از زیرساخت‌ها به شکل ساخت، راه‌اندازی و تحویل توسط شرکت‌های خصوصی طرح‌ریزی شده است. همچنین پروژه گردشگری کوه پاموکدا که از سوی اداره ویژه استان اودر حاضر شده است، توسط صندوق‌های حمایتی اتحادیه اروپا به تحقق خواهد پیوست. اودر محل رفت و آمد کوهنوردانی که از سراسر دنیا به امید دیدن بقایای کشتی نوح به این شهر می‌آیند میباشد. کوه آرارات به دلیل زیاد بودن ارتفاع محل کوهنوردیش و وجود وسایط نقلیه تا منطقه‌ای که باید کوهنوردی را آغاز کرد، مرکزی پرجاذبه میباشد.
استان اودر به غیر از کوه آرارات دارای مراکز گردشگری مهمی من جمله دره متئور، رودخانه ارس، کاروانسرای اژدر، غار نمک، قبرستان سنگی، گنبدهای اهورا، گودکلی و کولیکند، قلعه های اودر، کرولو، کاراکاله، آشیک حسین و گونگرمز، حمام، مسجد و خانه اورتاکل واقع در شهرستان آرالوک و مسجد سوریا می باشد. سنگ قبرهای کوچباشلو که تقریباً در همه قبرهای استان اودر و اطرافش به چشم می‌خورد، بر اساس فرهنگ مزار در آسیای میانه ساخته شده است. بر اساس این عادت که از ترکمن‌های قره‌قویونلو و آق‌قویونلو بر جای مانده است، سنگ قبر قهرمان‌ها و افرادی که شجاعتی از خود نشان می‌دادند، باید کوچباشلو یعنی به شکل بره ساخته می‌شد. گنبد کولیوسوف که در روستای چاکرتاش واقع شده است، اثری است که دارای ارزشی بسیار بالا می باشد. این گنبد که از سوی یوسف امیر آق‌قویونلوها برای پسرش محمد که در دوران جوانی جان خود را از دست داده است ساخته شده است، با مجسمه آق‌کوچ که در داخلش قرار دارد و کتیبه دست نخورده‌ای که بر روی درش می باشد بسیار مورد توجه می باشد. کاروانسرای که در فاصله 25 کیلومتری از شهرستان توزلوجای استان اودر می باشد، اثری کاملا بارز از معماری ترک می باشد. این کاروانسرا که از سوی شراف‌الدین اژدر امیر سورمانی ساخته شده است، یکی از نمونه‌های مهم از کارهای سنگی قرن 12 سلجوقیان میباشد. موزه آنوت که روز 5 اکتبر سال 1999 تأسیس شده، به شکل 5 شمشیری که نوک‌های خمیده‌شان در قسمت بالا با هم یکی شده و شکل یک گنبد را ساخته‌اند میباشد. در طبقه پایین این یادواره که از 2 طبقه ساخته شده است، سالن موزه و سرداب نمادین که در داخل یک تپه مصنوعی قرار گرفتند و در طبقه بالای آن یادبودی که از یکی شدن 5 شمشیر به میان آمده است موجود می باشد. این یادواره در قسمت جلوی کوه آرارات به شکلی باشکوه که از ارمنستان نیز دیده می شود به چشم می خورد. در استان اودر تعداد بسیاری مزار جمعی و مزار شهدا که در میان آنان مزارهای یادبودی مهمد چاووش و سلطان توپ نیز به چشم می‌خورد وجود دارد. در مناطق باطلاقی چایراک شهرستان توزلوجا و کاراسوی شهرستان آرالوک تعداد بسیاری از انواع پرندگان که در دیگر مناطق کشورمان موجود نمی‌باشند به چشم می‌خورد. اودر که دشتی سرسبز بوده و توسط رودخانه ارس سیراب می شود، به سان چوکوروای آناتولی می باشد. در این شهر به غیر از نارنج و زیتون، همه انواع سبزیجات و میوه کاشت و برداشت می شود. در اودر که محصولات بسیاری من جمله لبو، خیار، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، لوبیا، کنجد، آفتابگردان، پیاز، سیر، سیب زمینی و هویج کشت می شود، زردآلو، هلو، سیب و خربزه‌اش شهرتی جهانی دارد. از طعم زردآلوی اودر که درجه 1 بوده و تنها در این منطقه کشت می شود سیر نمی شوید. وزن زردآلوهای این منطقه کمچون بخشی از آفتاب از میان شاخه‌های درختان که دشت را سرسبز می کند به چشم می خورد 50 الی 60 گرم می باشد. بخش اعظم این زردآلوها که به نامشان فستیوال هایی نیز برگزار می گردد به شکل خوراکی مصرف شده و بخشی از آن نیز به مراکز بزرگ مصرفی فرستاده می شود. بخش کمی از آن نیز خشک شده و یا به شکل مربا و مارملاد حاضر شده و در بخش آب میوه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است گلخانه‌داری نیز در این منطقه در حال توسعه می‌باشد.
در استان اودر که اقتصاد آن بر پایه زراعت و دامداری می باشد، بخش صنعتی نیز در حال گسترش است. وجود کارخانه‌های آرد، بیسکویت، شکلات، غذای حیوانات، پلاستیک، آجر، رب و کمپوت میوه نشانه توسعه دوباره اقتصاد در این استان می باشد. در استان اودر که پنیرش نیز بسیار مشهور می باشد، تولید ماست، کره و عسل نیز بسیار متداول است. به دلیل باز شدن کوه آرارات برای گردشگری و همچنین تبدیل نام اودر به شکل یک مارک جهانی و فروش محصولات غنی این استان، مسیرهای ارتباطی اودر با استانها و کشورهای مرتبط ساخته شده و ساخت جاده‌های نیمه تمام در مرزهای گمرکی نیز به پایان رسیده است. همینطور پروژه خط آهن کارس، اودر، آرالوک، دیلوجو و فرودگاهی بسیار مدرن به اتمام رسیده و آماده استفاده می باشد. استان اودر با همه این خصوصیات به شکل مرکزی جاذب که در نقطه بسیار مهمی قرار گرفته است درآمده و به شکل ستاره‌ای در آناتولی خواهد درخشید. استان اودر که از طریق ارزروم به استانبول، از مسیر دوغ بیازیت به گذرگاه مرزی گوربولاک و از طریق آرı، پاتنوس به وان راه دارد، به دلیل قرار گرفتن بر روی جاده ترانزیت هوپا نیز بسیار مورد توجه می باشد. در کنار محاسن اقتصادی که گذرگاه مرزی دیلوجو که به جمهوری خودمختار نخجوان باز می شود به میان می آورد، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی ارمنستان، آلیجان و ایران بوروآلان بر اقتصاد و مردم منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت. دشت کرهان اودر هنگامی که با منظره پر احتشام و عظمت کوه آرارات یکی می شود، طبیعت بسیار زیبایی را پدید می آورد. قلعه که اولین محل اسکان در اودر قدیم می باشد، بر روی این دشت جای گرفته و در قسمت بالایی آن تالاب‌هایی وجود دارد. اودر از نظر کارهای دستی نیز بسیار غنی است. قالی‌های دستی قفقاز که در منازل بافته می شود و گلیم‌های با طرح قره‌باغ از کارهای دستی ویژه اودر می باشند. در سالهای اخیر به همراه بازگشایی دانشگاه اودر در خصوص فرهنگ و سلامت پیشرفت‌های مهمی قید شده است. در حالی که میزان تعلیم و تربیت در این استان با سرعت فراوان افزایش می‌یابد، تعداد بسیاری سازمان فرهنگی به سازمان‌های موجود در این استان افزوده شده و برای آینده‌ای روشن پایه‌ریزی می‌گردد. بله، از استان اودر که با تاریخ با شکوه و زیبایی‌های طبیعیش جاویدان میباشد، هر روز بسیاری از همسایه‌های ایرانیمان دیدن می‌کنند و با انجام خرید و فروش اوقات خوشی را در این شهر می‌گذرانند. هنگامی که به اودر که همیشه برای پذیرایی از شما حاضر است می‌آیید، از کوه آرارات که با افسانه‌هایش به تاریخ روشنایی می‌بخشد، غارهای نمک شهرستان توزلوجا، کاروانسرای اژدر و موزه یادبود دیدن کنید و بدون خوردن غذای مشهور بزباش، سوپ ماست، خربزه طبیعی که انسان را با طعمش از خود بیخود می‌کند، هندوانه، هلو، سیب و زردآلویی که زبانزده خاص و عام می‌باشد، این شهر را ترک